سلام و درود فراوان خدمت یکاکی شما دوستان اینستاگرامی. دوستان اومده هستم از چنل برند آف سکرفایس. امروز اومدیم بریم سراغ ویدیو خیلی کاربردی برای شما دوستان اینستاگرامی. امروز اومدم برای اینکه آموزش بدم که چجوری بازی سیمولاتور 2 رو چی بگم مودش کنید، چیت بزنید داخل و پولتون رو به هر مقداری که دوست دارید تغییر بدید. قبل از اینکه بریم سراغ این آموزش ممنون شما این ویدیو لایک کنید، چنل رو دنبال کنید و این ویدیو رو هم بازداشت کنید، زنگوله بغلش بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید. آموزش دانلود استیم لایف سیمولاتور 2 هم به صورت کاملا رایگان داخل چنل قرار دارم. اگه دوست داشتید میتونید برید اونم ببینید. و دوستان عزیز، من اولین کسی هم که این ویدیو رو کلا گذاشته، اولین شخصم که این ویدیو رو گذاشته داخل چنل قرار دادم، داخل آپارات که استیم لایف سیمولاتور 2 رو مود کنید. پس ممنون میشم یه لایک بزنید و اگر مشکل داشتید کامنت هم بذارید. خب من وارد برنامه بازی استیم لایف سیمولاتورم و همینجور که دارید میبینید پول من الان $14,000. من خودم خواستم $14,000 رو بیشتر هم میتونم کنمش. خب حالا شما به برنامه چیت انجین نیاز دارید که من لینک دانلود برنامه داخل دیسکریپشن میذارم و شما میتونید برید این برنامه رو دانلود کنید. یه بار کلیک میکنید روش، وارد برنامه میشید و روی این گزینه مانیتور کلیک میکنید. حتما باید وارد بازی باشید یا بازی رو باز کرده باشید. وقتی روی این گزینه کلیک میکنید اینجا کل اون چیز برنامه‌ای که باز کردید اینجا براتون میاد که من اینجا روی استیم لایف سیمولاتور 2 میذارم و اوپن رو کلیک میکنم، یس رو میزنم و اینجا استیم لایف سیمولاتور 2 برام میاد. خب اینجا این 4 رو روی این گزینه قرار میدید و اینجا مقدار پولی که دارید، من چه مقدار پول دارم، اینجا هر مقدار پولی که دارید وارد میکنید. مثلا $14,000 و 717 تا دارم. من مثلا اینجا میام میزنم مثلا هر مقدار پولی که دارید اونجا شما وارد میکنید. مثلا من $14,000 و 717 تا دارم. $14,000 و 717. بعد روی این گزینه کلیک میکنید. در حال جستجوی این کده، داره این کد رو جستجو میکنه. داره چند تا از این مدل کد داخل کل بازی وجود داره. مثلا 100 و 200 خورده، 300، 400، 500 خورده، 550، 600، 700، 800، 894 تا از این مدل کد اینجا وجود داره. ببینید 700 خورده از این کد اینجا وجود داره. خب بعد از این موضوع شما گوشیتون رو باز میکنید داخل بازی و اینجا یه غذایی سفارش میدید. حالا هر مقداری باشه مهم نیست. من مثلا $10 سفارش میدم که بیاد دم در خونم و الان مقدار پولم چقدر شده؟ مقدار پولم شده $14,000 707. من اینو 707 تغییر میدم و این گزینه بغل رو میزنم روش. الان پیدا نکرد واسه من، خب چون باید اضافه کنم پول. من الان پول کم کردم به این دلیل بهم نداد. خب الان من سیستم روشن شده، پا میشیم اینجا پول به پولمون اضافه میکنیم. من الان هم چقدر دارم؟ 14,717. خب الان من OBS رو باز میکنم. OBS نه، من اینجا OBS رو باز میکنم، شروع میکنم به استریم کردن دیگه. اینجا مثلا شروع میکنم به استریم کردن. اینم برای مثلا استریم رو باز میکنم. الان چند دلار دارم؟ 14,707. من اینو اینجا وارد میکنم. یعنی چیت انجین کلا اومدم بیرون. ببخشید 2 دقیقه. یه بار دیگه همون کارا رو انجام میدید. پول باید اضافه کنید. من پول هیچ وقت کم نکنید، همیشه پول اضافه کنید. این دوباره میذاریمش رو این حالت. اینجا $14,707 رو وارد میکنید و روی این گزینه میزنید. بنداره الان میگرده دنبال این مقدار، چقدر از این کد وجود داره داخل بازی. در حال گشتنه فعلا. ببینید چه مقدار وجود داره.
چون مقدار پولمونه و میذارم رو جاست چت. یکی دونیتمون کرد داره میگرده. فعلا هنوز 3 تا به فعلا پیدا کرده. فعلا 3 تا پیدا کرده به فعلا. 4 تا به فعلا پیدا کرده. آره 4 تا بیشتر الان پیدا نکرد. از بین این 4 تا الان من میدونم کدوم پول منه داخل بازی، ولی اگه شما ندونستید بازم اینو تغییر میدید. این مقدار پولتون رو داخل بازی تغییر میدید، مقدار پولتون رو داخل بازی اضافه میکنید. الان من اینو اضافه میکنم، دوباره اینو اضافه میکنم، این پول رو اضافه میکنم و الان 4836 دلار دارم. خب اینو اینجا حالا وارد میکنم. خب 836 تا این گزینه رو میزنم و اینا پیدا کردن. یه دونه بیشتر برای من الان اینجا نموند. میبینید یه دونه بیشتر برای من الان اینجا نموند. یه مقدار پولمو پیدا کرد. میارمش اینجا، 2 بار روش کلیک میکنم و اینا هر مقداری که دوست دارم 17000 دلار. میبینید مثلا اینو مثلا الان من میکنمش 20000 دلار. 20000 دلارش کردم دیگه. میبینید بیشتر تا هر چقدر دوست دارید میتونید اضافه کنید. الان من 20000 دلار شدم. 14000 دلار اوکی بزنم میشه 20000 دلار. میبینید و بعد برنامه رو میبندیدش کلا. برنامه الان من 20000 دلار پول دارم. به همین سادگی شما میتونید به همین سادگی چیت بزنید و الان من 20000 دلار پول دارم و الان با این 20000 دلار میتونم هر کاری بکنم. به همین سادگی شما میتونید فقط باید پول اضافه کنید و هی اون کد رو بزنید تا یه دونه بیشتر براتون نمونه. هی پول اضافه کنید. مثلا 200 اول به شما پول میده، این 200 رو همینجوری بهش اضافه کنید، اضافه کنید تا یه دونه بهش بمونه. مثلا 200,000 تومان کنید 215000 تا، بعد دوباره وارد چیت انجین شید، کد رو بزنید و 215000 تا رو کنید. اگر چند تا ورد کنید 220000 تا، دوباره وارد چیت انجین میشید، میزنید همینجوری میزنید تا یه دونه بیشتر براتون نمونه و اونو تغییر میدید. به همین سادگی. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت رو بزنید تا ویدیو برای شما خود بزرگتون سلام بدرود.